بسم الله الرحمن الرحیم. مرده را گر تو بینی مردنت را یاد کن، دل زی دنیا برکن و عقبای خود آباد کن. با مردنی هیچ کس شاد مشو، زیرا که تو هم با وقت خود مرده شوی. باورم نیست پدر رفته و خاموش شدی، باورم نیست پدر رفته و خاموش شدی. ترک ما کرده و به خاک هم آغوش شدی. خانه را اگر نور بود ز رخسار تو بود، ای چراغ نور تو از چه چیز خاموش شدی؟ تو روز می روی در خاک مگر بنده خبر داری؟ تو روز می روی در خاک مگر بنده خبر داری؟ مشو مغرور تو روز می روی در خاک مگر بنده خبر داری؟ تو روز می روی در خاک مگر بنده خبر داری؟ مشو مغرور آن عمری که دو روزه بسر داری. برفتن شاه و درویشان از این دنیا بس گریان، برفتن شاه و درویشان از این دنیا بس گریان. مخن بسیار بهوده تو هم روز گذر داری. مخن بسیار بهوده تو هم روز گذر داری. شب فرصت غنیمت دان بکش در طاعت خالق، که فردا روز محشر در بیابان شور و شر داری. مباش امین که سیم و زر تو را نفع می کند در خاک. چی سود از سیم و زر دوست کفن در خاک پسر داری؟ شب عمرت به غفلت رفت، شب دیگر خدا داند. شب عمرت به غفلت رفت، شب دیگر خدا داند. کی میخزی نمیخزی چی اومدی سحر داری؟ چی میخزی نمیخزی چی اومدی سحر داری؟ انیس کو یار و دوستانت همه در خاک نی خاک. انیس کو یار و دوستانت همه در خانه خاک. تو هم روز از آن خانه با آن خانه سفر داری. تو هم روز از آن خانه با آن خانه سفر داری.
تو روز میروی در خاک مگر بنده خبر داری مشو مغرور آن عمره که 2 روزه بسر داری خدا کند که ریزایم فقط ریزای تو باشد هوای نفس نباشد هوای تو باشد یا رب زیدری تو آنچه منی گدا میخواهم افزون ز 1000 پادشاه میخواهم هر کسی دری تو یا رب هر کسی دری تو حاجت میخواهد من آمدم از تو را میخواهم بسم الله الرحمن الرحیم اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شافعا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة پروردگارا ثواب آیات تلاوت شده کلام بزرگت ها ثواب این نعت های پرسوز و گدازی را که ایشان قاری امرالدین الحال زمزمه کرد ثواب این نان و طعام ها را که صاحبای این منزل و خاطر خشنودی و رضای تو آماده کرده اند اولا به درگاه بی‌نیازت بپذیر بعدا برسان به ارواح جمیع پیغمبران خاصتا به روح رسول الله صلی الله علیه و سلم پروردگارا روح آن حضرت را از مسلمانان از امتانی که سعی میکنند تمام محفل نشستاشون سنتی باشد شاد و مسرور گردان و از شفاعت رسول الله صلی الله علیه و سلم مرحوم و شرکت کنندگان این محفل خیر برخوردار و مناسب گردان بعدا برسان بر روح جمیع مؤمنین و مؤمنات مسلمین و مسلمات خاصتا بر روح مرحوم بابای خدای نظر علیه رحمت خدای رحمت مغفرتش کن پروردگار را در بحبوحه جنت مستقرش گردان خداوند و فرزنده و نوه‌هاش از جمیع بلا و آفات حفظ کن فرزندای صالح کامل محب خدا و پیغمبر به وایه برسون خداوند در منزل فرزنداش فیض برکات خویش را نثار فرما پروردگار عاقبت امور مون به خیر انجام ده که در هر حالت وضعیت باشیم مرگ فراموش نکنیم و یاد مرگ باشیم زیرا این مرگ آمدنی است در هر کدام ما را میکوبد ان شاء شخصی که مرگ فراموش نمیکند خدا را فراموش نمیکند البته که به کلوار نمیرود به توشه نمیرود پروردگار عاقبت امور مسلمانان را به خیر انجام ده ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین برحمتك همو صحبتک مون که بعد حضرت انس میگن از رسول خدا صلی الله علیه و سلم اومدم خبر رسوندم حضرت میگه به اصحاب مراجعت کرد گفت که میدونین که کی بود گفتن نه گفت این خضر علیه السلام در مسجد نبوی این روایتی که در سنن امام بیهقی را در دلایل نبوتش آورده است ابن عساکر در تاریخ دمشق این دیگه همه گابزن شده است و هر کس حجت یاب شده است دلیل